پیش از بازی دسته استقلال تاجیکستان در دور اولی سبقت انتخابی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم الفیصلی اردن روز دوشنبه 22 فوریه در مهمانخانه هیئت ریجنسی دوشنبه نشست خبری دایر شد. در این نشست نخست فراس الخلیل اجرا کننده وظیفه سرمربی تیم الفیصلی به نزد خبرنگاران آمد. ما خیلی خوشحالیم که در تاجیکستان هستیم و ما را خوب پذیرایی میکنند. این اولین بازی ما در سبقت گروهی است. ما به آن خیلی آمادگی جدی دیده ایم. استقلال دسته خوب است و مخلصان زیاد دارد که دستگیریش میکنند. دسته ما به بازی کاملا آماده است و ما به اینجا بهر غلبه آمده ایم و میکوشیم که 3 امتیاز به دست بیاریم. ما دوبار سالهای 2005-2006 برنده جام AFK گردیده ایم و میخواهیم که سومین بار صاحب جام شویم. بعداً در این نشست مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال به خبرنگاران گفت با وجود آن که هیئت دستش امسال خیلی تغییر یافته است میکوشد که مقابل تیم پرقوت آسیا خوب بازی کند. اولا مخلصان فوتبال را با آغاز موسم نو تبریک میگویم. هواداران فوتبال پزمان بازی‌های فوتبال بزرگ گردیدند. بنابراین مخلصان را با تماشای بازی نخستین استقلال در سبقت گروهی جام AFK دعوت میکنیم. میکوشیم که نتیجه مثبت به دست بیاریم. در هیئت دسته ما امسال بازیگران بسیار هم با لیاقت شامل شدند و فکر میکنم آنها بازی خوب نشان میدهند. بازی میان دسته های استقلال قهرمانی 4 کرته تاجیکستان و الفیصلی برنده 2 کرته جام کنفدراسیون فوتبال آسیا روز سه‌شنبه 23 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 16 شروع می شود. داوران بازی دسته های استقلال الفیصلی تحت رهبری وامین تری از ویتنام می باشند. استقلال در مرحله گروهی جام AFK در گروه بی بجز الفیصلی اردن با دسته های نفیت الوسط عراق و تریپولی لبنان رقابت خواهد کرد.